یک لطیفه که در بدخشان روی داده است میگه. این واقعه در راشقله روی داده است و در آنجا یک موی سفید هر روز یک وظیفه داشته است. سحر صبح میخیسته است و ریشش رو میتراشته است. لیکن برای ریش تراشی کی رو بسیار آواره میکند و غم میتید اویلش رو بعد میگوید که کلی یک آب اگر تو ریش تراشی بکسوی شوی باید هر سر برق بود نبود رفته آب رو گرم میکند و میبیارد و به خودو بیزود هر سر ریش میتراشی خودو این ریش هم میتراشد ای تو از کجا میفهمی وقتی که من ریش خود میتراشم جوان میشم ارو 15-20 سال جوان میشم بعد کمپیر زنش نفهمیدم چی میشوی؟ جوان ملدوی 15-20 سال بعد اونجا که راشقله مردمی شاخدار شوق هستند بعد زنش دست که آخیر میمونی اون پیش از خوب تروش سلامت باشه از سوراخان اون پیشه خلقی داشتن احمد خان رو پرسیدم که تلویزیون سینما چیست استاد؟ اوکی تلویزیون سینما این تلویزیون ما و شما برای تلویزیون سینما تلویزیون ما و شماست این به همتون مبارک باشد عزیزان دیر سلامت باشد